داریم یک مادری رو میزنیم که بچهش رو بغل کرده و تفنگ دستشه که این نشاننده اینه که در سختی و در جنگ و حتی در هر چیزی یک مادر هوای بچهش رو داره و من خواستم با این تتو انرژی یک مادر که هوای بچهش رو در این شرایط سخت داره رو داشته باشم و انرژی پدر رو هم که دارم و بتونم از کسایی که دنبال دخترها و پسرها و ارزم به هواداران و به قولی دانش آموزان من هستم بتونم یک پدر مادر واقعی بهشون خدمت کنم. یعنی در واقع این تتو به من این